السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر و بزرگوار، یک گروه از دوستان به سوی بنده خطاب کردند که ای داملا، ما شما را دوست می داریم، به شما محبت و اخلاص داریم. امروز خواستم یک چیز در جواب این دوستان، شخصیت هایی که اظهار محبت کردند، براشون یک جواب داشته باشم، تا اینکه اونها هم بدانند که نه تنها محبت از یک جانب است، بلکه از هر دو جانب محبت است. منم باشد شما را برادران بزرگوارم به خاطر الله دوست می دارم. اینی احبکم فی الله. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم برای ما تعلیم دادند که وقتی شخصیت را دوست می داری، به سوی او بگو که من تو را به خاطر الله دوست می دارم. منم باشه برادران عزیز، شما را به خاطر الله، به خاطر اینکه شما بنده های الله هستی، همه شما را دوست می دارم. و شخصیت های به سوی من گفته که ای داملا، ما شما را دوست می داریم، به سوی شما گفتنی هستم که لقد احبک الذی احببتنا فیه. همون الله که به خاطرش بنده را دوست می داره، همون الله شما را دوست بداره، همون الله شما را در دوستیش قبول داشته باشه. خداوند شما را دوست بگیره و پروردگار بزرگوار در برابر این محبت و دوستی برای شما اجر ثواب زیادی نصیب بگردانه. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند وقتی دو شخصیت به خاطر الله هم دیگر را دوست می دارند، خداوند اونها را در روز قیامت در تختها و منبرهای نور می شینانه و همراه انبیای خدا، صدیقین، شهدا و صالحین یک جای داخل جنت میگردونه. خداوند این فضیلت عزت برای شما در آخرت نصیب بگردونه. و الله رب العالمین گفتن در حدیث قدسی که وجبت محبتی للمتحابین فیه. گفتن من محبت و دوستی خود را برای دو شخصیتی که به خاطر من هم دیگر دوست می‌دارند، محبت و دوستی خود را برای اونها یعنی واجب میگردونم، لازم و ضرور میگردونم. یعنی الله گفتن اونها را من دوست می‌دارم. پروردگار بزرگوار در برابر این محبت و دوستیتون شما را یعنی که دوست بداره. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر گفتن که انسان هایی که به خاطر الله هم دیگر دوست می‌دارند، خداوند اینها را در روز قیامت در سایه عرش یعنی در سایه رحمت خودش جا میگردونه. پروردگار بزرگوار شما را هم دوستان عزیز و بزرگوار در سایه رحمت و در سایه عرش خودش جا بگردونه. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت دیگر فرمودند که وقتی دو نفر هم دیگر را به خاطر الله دوست می‌دارند، پروردگار بزرگوار برای اونها حلاوت ایمان، یعنی لذت و حلاوت ایمان برای اونها احساس می‌گردند، یعنی حلاوت ایمان احساس می‌کنند. پروردگار بزرگوار برای شما هم این حلاوت ایمان نصیب بگردونه و خداوند بزرگوار در برابر این محبت براتون اجر ثواب زیاد نصیب بگردونه. محبت شما نه تنها برای بنده گناهگار است، بلکه شما یعنی اظهار کرده که اهل علم ها را دوست می‌داره. یعنی شما اظهار کرده که اهل علم ها را دوست می‌داره. ان شاء الله رب العالمین در برابر این محبت خداوند برای شما اجر ثواب زیاد نصیب می‌گردونه. و تمام برادرهای مسافر و مهاجر، شخصیت هایی که در طرفهای یعنی خارج از وطن هستی، در غریبی هستی، همه شما را به الله امانت می‌سپارم. خداوند در حفظ امان شما را نگه بداره و هر شخصیتی که ما را اظهار محبت و دوستی کرده، اظهار اخلاص کرده، خداوند بزرگوار در برابر محبتش اجر ثواب زیاد براش نصیب بگردانه و خداوند بزرگوار او را در دوستش قبول داشته باشه. پروردگار هرگز خاری نبینه، در دو عالم سربلند و سعادتمند، خوشحال و خوشبخت باشه. شما هم باشه برادر عزیز بزرگوار، در حق ما دعاگو باشه. پروردگار بزرگوار هر امید و آرزو مراد و مقصدی داشته باشه و مراد و مقصدتون برسانه و پروردگار در کسب کارها تو برکت ها عطا بفرمایه و خداوند مشکلی هاتون آسان بگردونه. پروردگار همه ما و شما را خاتم و بخیر بگردانه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.